مهمان ما جوان موفق قاری عبدالصمد هستند، نعتخوان هستند و از ایشان یک پارچه نعت را خواهیم شنید. خوش آمدید قاری صاحب، صبح شما بخیر. بیننده و شنونده هستیم، بفرمایید. سلام علیکم خدمت شما و بیننده های تلویزیون ملی. و علیکم السلام. بفرمایید قاری صاحب، شنونده هستیم، یک نعت را تقدیم ما و ایزای بینندگان بکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مؤمنین بپا خیزید، این ندای قرآن است. مؤمنین بپا خیزید، این ندای قرآن است. جان ز کف جا خیزید، جنگ کفر و ایمان است. لا اله الا الله پرچم عزیز ما، زیر پای کافر شد دشمنان همه خندان. زیر پای کافر شد دشمنان همه خندان. در میان این دنیا جز فساد طغیان نیست، دین حق پریشان است. عرش آسمان لرزان، دین حق پریشان است. عرش آسمان لرزان. مؤمنین بپا خیزید، این ندای قرآن است. جان ز کف جا خیزید، جنگ کفر و ایمان است. قدستان همین حالت، اشک خون همی بارد. تا بکی بزنجیرم ای خدا خدا گویان. تا بکی بزنجیرم ای خدا خدا گویان. غیرتت برفت از دست، قلبم از درون بشکست. ای عمر کجایی تو، تا کنی مرا شادان. ای عمر کجایی تو، تا کنی مرا شادان. مؤمنین بپا خیزید، این ندای قرآن است. جان ز کف جا خیزید، جنگ کفر و ایمان است. قبله شما بوده محشر مسلمانان. قبله شما بوده محشر مسلمانان. به حنیس و به یارم ای خدا خدا گویان. به حنیس و به یارم ای خدا خدا گویان. کار دشمنان شادی، ناله و فغان از ما. یاد عزت دیروز چشم می کند گریان. یاد عزت دیروز چشم می کند گریان. مؤمنین بپا خیزید، این ندای قرآن است. جان ز کف جا خیزید، جنگ کفر و ایمان است. روی مصطفی مزون، خیل قدسیان دل خون. توق بندگی تا کی ای جوان گذر از جان.
توق بندگی تا کی ای جوان گذر از جان کوچین مسلمانان حسن و فلسطین کو جمله حسن و فلسطین کو امت محمد را کشته به سر و سامان امت محمد را کرده به سر و سامان مؤمنین بپا خیزید این ندای قرآن است جان ز کف ز جا خیزید جنگ کفر و ایمان است. ممنون شما، جزاکم الله، خدا شما را خیر بده. ممنونتان که دعوت ما را پذیرفتین. کوتاه اگر پیام داشته باشین کامل تلویزیون ملی افغانستان در خدمت کدام شماست. پیام خاص ندارم. امیدوار هستم که همگی صحتمند باشن و دارای صحت کامل باشن. ممنون شما، آرزوی ما هم صحت و سلامتی شما است.